پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله وسلام علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای diskutiert آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بی آنکه در پی توجیه ناصواب ها باشد با شاگردانش چنان بحث و تبادل نظر می کند که گویی اشکال و قلت و انقلت نفس درس است. نه، ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، یه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. von Gelehrten wie پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله وسلام علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای diskutiert آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بی آنکه در پی توجیه ناصواب ها باشد با شاگردانش چنان بحث و تبادل نظر می کند که گویی اشکال و قلت و انقلت نفس درس است. نه، ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، یه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. von Gelehrten wie پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله وسلام علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای diskutiert آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بی آنکه در پی توجیه ناصواب ها باشد با شاگردانش چنان بحث و تبادل نظر می کند که گویی اشکال و قلت و انقلت نفس درس است. نه، ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، یه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. von Gelehrten wie پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله وسلام علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای diskutiert آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بی آنکه در پی توجیه ناصواب ها باشد با شاگردانش چنان بحث و تبادل نظر می کند که گویی اشکال و قلت و انقلت نفس درس است.
نه، ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، دیگه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. Von Gelehrten wie